یک دو دختر آمدگی یا نمیبینم اینا رو یکم تش خوش نمیکنی؟ این قروزگی نبود خلق داغستان چه خیلی قبول نمیکنن دیگه ملت گفتن. و اینا پرسیدم که راضی هستی همینجا شوهر کردنی هستی یا نه در تاجیکستان؟ خیلی دیگه چه خیلی خجالت کرد خیلی باید کردن گفت من در خیلی دیگه معقول کردیم. یوروپیت که میپوشیدین در لباسای خمون نپوشید. و میخشمان هم میگفت که خیلی همه کار معقول و همین لباسای ما رو قبول کنی خیلی گفت بسیار ناز میشه. نگاه بینی خوب میکرد مادری مرا. خودم چه خیلی کی همین ذهنم تیز بود که همین یک مدت تاجیکی رو خیلی یاد گرفتم. تا آخری بودنش مادر من ناز نگاه بین کرده. انسانی خوب در غلطگی مرده که خوشین مرده که خوبه. فرزندای خوبه. صد با شکر نمیکنم. پدر من نصرالله سعید 1938 تولد شدگی در رایون تلارت داغستان ده. خیلی اوچم نصرالله صالحات عبدالرزاقovna و هم 44 تولد شدگی. چهار دختر و 3 بچه دو کودو دارم. تلارت ده کیزلور تذکره اون ده تولد شدگیم. 1967 7 ایون در مکتب سریدنی خوندگیم نیچایوکا ده که زیر تذکرم نیچایوکا سیلو نیچایوکا همینجا مکتب تموم کردگیم میونه. بعد مکتب خوندم با ایسا آمدگیم تاجیکستان ده. نیت کرده بودم که خیلی در مکتب داخل میشم میخونم چه قناز میدیدم دیگه وطن ده ببینم چه خیلی میخونم. من ارزو حواس کردم خیلی نصیبم ده خیلی بده تاجیکستان رسیدم اومدم خیلی خوندم مکتب نشد خیلی. با یه آدمی نغز و خوردم چقدر انسانی خوب بود خدا رحمتش کنه خیلی انگی پدر خونم بود وای گفت که بچه‌م خیلی گفت خیلی مکتب که نتونستی داخل شده گوشمو بیا مهمون داری میکنیم خیلی تاجیکستان گفت تماشا کنی با خونه خوشم آورد مرا حجه قطگنده کلینوش نغز بود خیلی خونه هوای دمو شناس شدیم قطعی کلینوش خونه داری و قطعی چقدر خیلی مرا پیشواز نغز گرفتن و بچه‌اش حرمت عزت میکرد من رنگ خواری خشم باری و وای من در رنگ پدر شدم من وای در رنگ دخترشم بودم بچه‌اش رنگ اکا و خوار قبول کردم. یک دختری عمک من کلینی همون خونه بود. یک روز همون خونه‌اش میرم هم طرف کی میگه که همین خیلی یک دو دختر آمدگی یا نمیبینم اینا رو یکم تش خوش نمیکنی؟ گفته اومد دیده که با اوتا خانه داشته که مادرش اومد دید و خمه آورشیناس که قطعی اویله داشت خونه داشت اونو اپاوش قطعی دادروش قطعی اکوش قطعی خیلی دیدم که خیلی دختری معقول شد. خیلی بابا گفتم میشوه خیلی گفتم با اینا پرسیدم که راضی هستی
همینجا شوهر کردنی هستی یا نه در تاجیکستان؟ اول خیلی وای کرد، خیلی چیز کرد که نه من شوهر کردنی نیستم. با چما زنگ زدم گفتم خمی خیلی این بچه خاطر شناس شدم مخلوع کردم. این قروزگی نبود خلق داغستان چه خیلی قبول نمیکنن دیگه ملتای گفتم. پایتخت رفتیم دوشنبه همونجا خیلی مصلحت کردیم هر دومون از تحت دل مصلحت کردیم. خیلی دیگه چه خیلی خجالت کرد خیلی وای کردن گفت من دخیلم هر دیگه مخلوع کردیم دیگه شناس شدم خیلی دیگه. خیلی روزی شد بعد خیلی مایلش. منم روزی بودم اینم روزی که وای کرد. دیگه خیلی گفتم خدا ایزاد ایمانم نیست خیلی پدر مردم راضی باشه. خیلی قوایم روزی که نشید خیلی اولو. رضاگی نبود به رضاگی. ما خمون زن و شوهر با رضاگی خمون شدیم. پدر و مادرش از این به خبر بودن. با اومدی من با مادرم اومد اپام اومد. خوارم اومدگی اکام اومدگی اومدن رفتم. و چش اومد خیلی جب پش اومد اکوش اومد خدیدن وای کردن و ما را گفتن که خاکی مسافر مسافر دستگیری کیود به یک کره چیز رنگ اپا خوری دیگه تنیگو کنه. خودم چه خمی تاجیکستان خیلی مقبول کردم چه خیلی دیگه خیلی عادت دیگه خیلی وای همه چیزی دیگه خیلی در نظرم بود که چیزی داغستان دیگه ایجاد دیگه همه چیزی خیلی مقبول کردم همین همه چیز همین پریرودشم و عزت حرمتی همین خلق تاجیکستان خلق تاجیکا و دیگه خیلی مشغول کردم همین چه خیلی که اینو تایر کنم همین زنی هوار نگاه میکردم که نون میبنده خمیر کنم که منم سرت میکردم که خیلی رنگ اینو باری منم همین یاد گیرم همه کار واشم که همین خشتمان لیش به من روزی باشنده که وای نشوه که دختری دیگه ملت اومده میتونه نمیتونه خیلی زندگی پیش برده همین حرکت میکردم که خیلی وای باشنده هیواروم و مردکم اوروسی میدونستن و خیلی قطیم میزد همین خشتمانم نمیدونست تماما اوروسی را خودم چه خیلی که همین ذهنم تیز بود که همین یک مدت تاجیکی را خیلی یاد گرفتم دیگه خیلی قطیشم گام میزدم قطی خشتمانمو دیگه وای میکردم قطی شوهرم دیر گاو زدم زبانی تاجیکی قطی قطی خشتمانم قسینگولم گام میزدم تاجیکی قطی یاد گرفتم مادری خودم نفس قبول کرد نفسش میدید حرمتش میکرد مادرم هم این حرمت میکرد نکه خیلی زبانش نمیدونست اشاره قطیش گپ میزد با من خودم که اگر کار نمیبودم خودم ترجمه کردن میگفتم که مثلا مقصد چی میگه مادری من چی میگه یا که این مادری من چی میگه اگه چی پرسیده میشد من خودم ترجمه کردن میگفتم بعد همین آیسته دوام یک سال زبانی تاجیکی را یاد گرفتم گفتم که من عادت شما رو قبول کردن نمیتونم من این سری لباس شما رو پوشیدن نمیتونم خیلی این کورتای کشوده من خیلی که همین قبول کنیم همین چه خیلی که من پوشیدم همین خیلی میپوشم خیلی رومال نمیبندم استین کالتا میپوشم خیلی گفته بودم ده والده مردکم همش قبول کرد گفت چه خیلی که خودت معقوله گفت خیلی پوشی گرده کی من روزی این گفت با خیلی همین خیلی که باشه گفتم خیلی دیگه من یه زنی هیوارم داشتم یالسون و همین جماعت دکور میکرد خیلی رئیس جماعت بود و گفت که این خیلی گفت چه بچه خوبه گفت خیلی چه خیلی که تدا معقوله گفت ای وای نمیکنه گفت پوشه گفت چه خیلی که شما معقوله خیلی اول پوشیدم و میگشتم و همه یوروپیسکی خیلی میپوشیدم بعد دیگه خودم استا معقول کردن گرفتم دیگه همین فرم تاجیکی را و همین اطلس چه نغز میدیدم فرم اطلسی را و همین خشمان همه گفت که خیلی همه کار معقول و همین لوسای ما را قبول کنی خیلی گفت بسیار نغز میشه و حرمت خشمانم قطعی گفتم خیلی اقامین کمپیرده فوردسته که همین من همین لوسی تاجیکی پوشم گفتم خیلی مال همین مادرم که فورا همین چه همین لوس هم که خیلی پوشم همین فرزند بچه تاجیکی هم قبول کردم خیلی فرماشون قبول میکنم دیگه خیلی پوشیدم همین فرم تاجیکی را من یوروپیسکی میپوشیدی نه در لباسای خمون پوشید خانش پدرش رحمت کنه اخیل بودم اگه جو میکنم در همین هم ایسو نمی چند که ایسو چی همین فقط لباسای خمون پوشید همین اطلس تپک میکرد گوم میجوشید جرغات خواه میکرد همه کاری همین وای گویم میکرد خیلی یاد گرفته بود همه کار خیلی دستی خشمانم گرفتم نون بندیشم او ابقاد کنیشم همه کارشون میکردم و بعد دیگه من یه فرزند تولد کردم خیلی اولا فرزندم نبود چیزای 5 ماه بعد دیگه خیلی که خونده نتونستم دیگه من
ба ма гуфтам хай ягонҷо боша ки кор кунам или хай ягонҷо дохил шавам ки ва ҳамин шокамият дохил шидам кор карданда дига ҳамин шокамият дохил шудам дига шокамият кор мекардам хай сменаки кор буд вақта 3 смена кор мекардаму دیگه شما خیلی روزی که داد مالش خیلی کار کنه گفت همین وقتی شما خوش باشه گفت ما خوش وقت میشیم دیگه کار کردم و اومدم خاص منم اومدم بخ خونم اومدم بخ شما ما یاردم میکردم با زن هیوارم بود و ما یاردم میکرد دیگه خشم کار میکنه با کارش میگم تا با ما وای یاردم میکرد شو کامینه دا کار کرد خیلی نمیزنی پامینده ای هدای هم کار خیلی زندگی را خیلی پیش برده و از بینی و سختی و همش ده تو باور طاقت کرد شما هم نقد میدید که من محرمت میکرد بچم چیزی میخورد میکرد میدود شما هم دوانی بدهی خود میگفته که میچره بود میچره مادر گفته وای میکردم خودم که در مادر دور غلطیدم وای نداشتم من همین خیال کردم که مادر که دور غلطیدم من در نظرم خیلی اپاکی در قوانین اکنیست در نظرم همه خیال کردم که رنگ اکوی خودم و مادر خودم و اپوی خودم من همه خیلی قبولشون کردم میرم دیگه مهر رنگی در دور غلطیدم در اینو بستم نگاه بینی خوب میکرد مادری مرا هم کار میکرد در شغل کمبینات هم میومد اینم نگاه بین میکرد همه خیلی تا آخری بودنش مادر من ناز نگاه بین کرده راضی بود مادری من از این کلنش خیلی وقتی که من رفتم اینجا ما را فیرو کردن برای رفتن اویلم آوردن رفتم در اونجا خیلی چه گویم همه خیلی یعنی اویله اولاد پدریشون راضی نبودن در این کارو فقط فشار می آوردن اولاد مادریش مرا حمایه میکردن همه وقت از قفمون میگشتن که مثل مقصد همین آدم یکم کس ضررش نرسه گفته تا وقتی اومدن من مثل من یک ماه همونجا ایستادم یک ماه فقط در نظارت یوایی بودم مرا حمایه میکردن مقصد که یکم کس فشار نبیارش تو فیراد نکردن مونه خودش 15 سال نرفت همین اویلم الان میشه قدیما زندگی کرد تلفن هم درجه نمیکرد گپ هم نمیزد خط هم نمینویسوند بعد 15 سال بعد رفت اومد من نقص شد قبول کردن مرا پدرش اونجا رازگی داد بعد من خسته اینجا رفتم انا دو تا دودار دوره یک تا اکا دوره انا دو تا خواهر دوره یک تا اپا اویلم همش حرمت عزتی نقض میکنن همش مهمانداری کردن من همش هر الهیده وقتی که میرم هر وقتی که میرم 3 ماه یا 4 ماه همینجا من مرا مهمانداری میکنن این قمر میگفتن که خیلی دیگه رفتین خیلی دوری بعد غلطیدگی و خیلی در وطن خمانده زندگی کنه دیگه من گفتم خیلی اوچه که خیلی کورشیدگی شد اکو من که به وطن گفتم خیلی بچه مردم به وطن کردن رو کچی در گره این میتونه نمیتونه خیلی بوزنک بود دیگه میتونه دیگه ایستادم همین تاجیکستان ده پدرش رحمت کنه یکون آدم با میخمیسته زندگی میکنه خسور نه بچه دار دختر دار میگه خیلی مثال از زندگیش روزیه از جای مادریش روزیه مثال که روزی که نمیستود میرفت هستن بسیار آدم اومدن زندگی نکردن رفتن کو خیلی نیست حد برشگر فرزندو که کلانش ده نروز که میرم یا دوستان پیش مایده که بدن نمیتونیست رفتن حالی هر سال رفته استم کنست اما باشه که
دیگه مادرم گذشت دیگه گفتم یه پدر پیری دیگه دارم وایم دام نمیفوره دیگه من عصبیم چه خیلی میگه که خی بیست خما ایز هستم پگاه هستم کجا میری تو بیست نزدیکی من گفتم خی ولی میرم گفتم یا خونه فرزندم میبینم گفتم با میبینم نصیب کردگی باشه قسمت همین همینجا کشتگی بده بچه اگر نه تیم است این یک سال 35 سال 36 سال 38 سال اینا خیلی میره میویا خونهشون میسته خیلی با چند که 8 ماه 9 ماه خیلی با میویا نه زندگیشون خیلی سوده ساده بچه‌هاش بچه‌های خوبه دخترهاش هم دخترهای خوبه انسانی خوب در غلطگی مردک خوشین مردک خوبه فرزندای خوبه صد با شکر نمیکنم همه اولاد که ای سریعت بپرسن که ما چیکار کنیم معرکه دادن همه معرکه دادن یاردمچی میکدگی نونبند اوبند همسایه دادن کلچبند همه هم چه خیلی کم تاجیکستان در ملت اینا بوری همین خیلی توی کردم فرزندم همین چیزی داغستانی نبود تاجیکی قطعی همین توی تاجیکی کردم فرزندم در پروسه همه ارزو حواس میکردم یک کلینی تاجیکی همین داغستانی بکنم و توی داغستانی بکنم و رنگ رسم و رسمی خون خیلی نصیبم در نبوده یک کلینی وایو خاصت باشه که کلینم دختری خوبه تاجیکستان کرده باشم که رنگ دختری خودم باری دوستشو میدارم دختری خوبه تقدیرم ده فقط و میکردم که هم کلینای خوبه غلطه که خیلی صد بر شکرانه خدا که دختری خوبه رنگ حرمت میکنم از ملت ما نباشن هم مثل مادر مثل هموطنهای خودمون با ما مهربان هستند غمخوار هستند مثل فرزند خودشان قبول کرده با ما می آموزند بین همسایه ها دهات بنیاد زنی پیشرفت است هنرمند است هر گونه طعام های این گونه طعام های ملی تاجیکی ما رو از خود نموده همه این رو استفاده میبرند بین جامعه فعالیت خوب دارد گم بار اینا میگیرد و بنای ما اینا میگه قیمه و شش هفودنه و یا خشتوریم همه جنگ شدگی نیست در همه آیلای ما یا همسایه قطعی یکم میگه خشی دور همسایه نزدیک خوبه من چه قمی همسایه قطعی خمه میکنم که نقص باشم و کاری ما وایو یاردم کنم ما وایو یاردم کنم دیگه کی باشه مدن همین همسایه خوب باشه همسایه خوبه خوی مناسبت با همسایه خوب همه قطعی مثل دوگانه اپا و خواهر در توی معرکه ها یاردم میکنن همسایه آدم دستشان همه ده میرسه همش هم یکنه همی دسترخون میکنه میره کلون میکنه میره و کدام مرکه باشه کیلون بره مثل دختر بره همش هم یکنه این همسایه هم یکنه من ده همین اینترس نبود ایاوا اومدگی من همین لباس فرمای تاجیکی رو با همین ابخودی به دست خوردن شونه و همین شکر رو میخوردن شونه و همین طبقی ابخود میخوردن اول من نمیتونستم خیلی تو چند قنه خوردم همین به دست ابخود با قوشیق میخوردم که اینترس من همین بود که من به دست ابخود خیشونم سال 85 سال من جا شغال کرده اومدم این زنی هیورم یه همون پیش ایما اومد خیلی اومدیم یا دیگری خیلی زندگی کردیم مصیبت خوب کردیم و این خیلی ملتی داغستان که بود لازم رو نمیدونست و من خیلی روسیه میدونستم گرم میزدم قطعش میگفتم نی خیلی یک کار گیره خیلی با نشانش میدادم من میپرسید چه خیلی میشه چه خیلی کنه من میفهموندم خیلی با یک دیگری ما کدم یاد گرفته کورپا مورپا خیلی میکدم من نشانش میدادم یاد گرفت همشه نون و آبی خیلی رسم اصول تاجیکو را توی معرکه را همشه خیلی نفس یاد گرفته ای هدش میبرویه زن هیورم دختری خوب یا زن هیور کلونی من این خیلی پیش میچنقه من کلینی کنجگی خیلی اینجا غلطی دگیم و یا ای من کلون بودم خیلی چیزی که نمیدونستم ای وای نصیحت میپرسیدم خیلی کن در کورکی ای زنی هیورم یاد میگرفتم و همین خود ملی تاجیکی رو با خودم میکردم ای خود داغستانی خما میکردم خیلی داغستانی خما میدونی خیلی نمیدونیش مکو ما هم داریم خیلی نتسنن خود خمانو با میکردم چه قخشوان نغز میدید همین خود میکردگی خودم میکردم اینا یاد گرفتم ای زنی هیورم یاد گرفتم خیلی با یکونجا معرکه میرفتم یکونجا میدیدم که چه میکنم با خیلی سرعت میکردم که کار دست یاد گیرم من تاجیکستان اوشای خیلی خیلی ما دا که کورزی هایو خنکالای
хинкалай чуду ҳай национали аққудои дорсон пеш як аққудои вами кадаги чи қами фарзандам ҳоли фарзандам чи қана маъқул кадаги нағз мебинам фарзандамон ман дар уҷа Догистон таваллудам шида буд чунки 18 сол дар уҷа зиндагӣ кардам 18 соли вайда 38 сол шидига дар Тоҷикистон гӯё ки ай ватани худум дар Тоҷикистон ман зиндагӣ бисёр кардистам гӯё ки ҳамин ватани худум шидагӣ охи аз давони ӯ нафаҳмидем ки ман ба ватанам бармегардам ва ин ният ҳам надошт ватанша ҳоли агар рӯишам кунем би ватанашида гударша чударша гиҷо мера дига ина рафт 9 моҳи шуд бо омад бо ҳаме хона бударуш чамино мегуфтанд ки ҷанг сар шида хебиё акама гуфт ки манам рафтаистам гуфт хахи рафтем қатимо ки ҷанг сар шида дар ин Тоҷикистон чӣ кор мекунем дига я раҳкӣ шудум ки дига мин як хиштумани пир доштум натонистум ман ҳавае партофта гуфтам худум равам гуфтам ҷонима халос кунам фарзандамро барому ин модара дар иҷо партофта дилм нашид рафтам гуфтам ха чизе ки дар насиб боша мебинем ха илоҷи нарафтам эстодам ҳамин ҷанги ҷанҷол дар ҳамин Тоҷикистонда ман тарк накардам напартофтам чизе ки дар насиб гуфтам мебинем ман соҳиби 6 фарзанд шудам 4 писар 2 духтар соҳиби 16 навера ба чӣ хел ман оилам розӣ нашам орзу мекунам мардакам худо сари фарзандаш саломат бошаву фарзандам ба хонаву дар ба чизи муроди хушон бирасану духтарам ҳами хеле ва мешам ки ман орзуям фарзандам дар мардакам хона дорум дар орзу дорум ки ҳама вақт хушбахт бошану зиндагӣ хуб нағз гузаронану ба муроди мақсад фарзандам расаву Тоҷикистон фақат ва мекунем ки ҳамин обод бошаву ҳамин хеле обод гардаву